Herkese سلام. تو این ویدیو 50 تا خوراکی داریم که قراره با هم ترکیب کنیم ببینیم کدوم خوشمزه تر میشه. فیش همه چی هست دیگه. حالا اینا رو باید با هم ترکیب کنیم. یه سریاشو چت جی پی تی گفته، یه سریاش هم مردم خودشون گفتن که خوشمزه میشه. آره دیگه، یا خودمون انتخاب کنیم. اینا رو انجام میدیم، ترکیب میکنیم، میخوریم، نمره میدیم. بعدش نفر یه دونه ترکیب داریم که ترکیبای سم خودمون. بعد ببینیم ترکیب کدوممون بهتر میشه. برو بریم. Let's go. خب ببین ترکیب اول رب گوجه، کره، چیپس سکنال. Yes sir. ببین رب گوجه و کره و چیپس سکنال که قاطی کنی میگن طعم لازانیا میده. کدوم خری گفته؟ برو. خب چوسی یخچال دیدید بچه‌ها؟ ترکیب اول کره نداشتیم، پودر کره استفاده می‌کنیم. پودر کره عالیه. رب گوجه و چیپس سرکه. آنباکس چیپس سرکه‌ای خب. داریم امروز. یه دونه چیپس رو بردار. الان اینو یه قاشق بیار. یه قاشق بیار. خب ASMR. بذار 3 تا درست کنیم. بعد اینقدر نزن. گم بزن، من رو به وجود دوست ندارم. من دوست ندارم ولی دیگه چاره ای. گم بزن. یا اینو بگیر. همیشه ببین اصلا خطرناک شد. این میترسم کچ کنم بریزه. این شکلی شد. من دورو نمیخورم. یه دونه دیگه بذار روش. راست میگی. یه دونه دیگه میذاریم روش واسه همزمان. بریم. Yes sir. سر این گذاشته. یایو. اسهال. اصلا مزه نداره. مزه نداره. مزه چیپس رو به گوجه و پودر کره. اصلا مزه رو گوجه من نفهمیدم. مزه کره فهمیدم و چیپس. من رو به گوجه هم زیاد. ببین ولی باله. معمولیه. 5 از 10. نه میتونی بگی خیلی خفنه، نه میتونی بگی بدمزه است. معمولیه. رو بعدا. مزه رو گوجهش داره میاد. هم چند میدی نمره؟ بیا تو هم. من بریم 5 از 10 میدم. معمولی بود. 5. ببین مزه سربازی چیپسش. نرفت. این همه چی ده. بعد سربازی برام من. ببین مزه چیپسش خیلی غالبه. پسر که رفته سربازی سیگاری نشد. Yes sir. ببین مزه چیپسش زیاد بود. رو گوجه اصلا نفهمیدم. بعدش مزه کره انگار کره ریختی لای چیپس رو می‌خوری. بعدش یه رو گوجه زد بالا. آره کلا ترکیب برای من معمولی بود. نه این بعد کار دیگه. ببین حالت عادی بخوام بخورم من همچین چیزی انتخاب نمی‌کنم. معمولیه دیگه. 3 به سگ تو خونه پیدا نکردی اینو 3 از 10. پاستا 5 از 10. ایمان یه بار دیگه داره تست می‌کنه ببینه چی بود. ایمان که کلا مشامش. بریم ترکیب دوم. بریم من نمره نداری نمره. من 3 دادم این 5 از 10. من 7 میدم. 7 تعداد نشان نمیدم. تعداد خب UCL های بارسلونا. اکبری بذار بیارم. پفک نمکی اول از همه. پفک نمکی نیست ولی پفک دیگه. آنباکسی. این ویدیو ایزمارا دیگه دیگه پفک رو چی؟ Yes sir. پفک و ماسموسی رو پفک ماسموسی با نون. ماسوزی گرفتی؟ ماسموسی نداریم متاسفانه. چی نگیره؟ سس میزنیم. سس میزنیم. یا برای سکسف. خب عمو رضا. سس ساندویچ. عمو رضا کارو بگیر. نون بربری، پفک با سس. بده 2. برای ما الان آماده شد. بذار ایمانم بزنه با هم. بریم. این ترکیب بعدی چی نوشته؟ طعم خمیر پفکی جادویی. چتیویتی اسکوشه. بریم 1 2 3. Yes sir. باره. نایس. 7 از 10. من دور 7 سایه من درد میزنم. خب بذار یه بار دیگه بکنیم. یه دونه دیگه خیلی خوشمزه بودیم. اوه 2 تا. ایمان ده ترکیب جدید. عمو رضا کارو بگیر دفعه دوتایی. همینجا بگیریم. برو بریم. ترکیب فقط ترکیب خودم. همه چیز دادم روش. خواستش بکنم دهنم میدونم. خب
بیاید نمره بدیم. ببین این ترکیب نشون مزه خمیر پفکی جادویی میده. بد نبود، خیلی خوب بود. من اگه بخوام 10 نمره بدم 8. من 8. کریستانا تو کامنت ها 7. پارسا 7 من 8 تا چی؟ 8 خیلی خوب. ارزش تست کردن داشت. پفک حالا یه چیز موتوری یا این که بعد ببین پفک خالی اینا در دون و اینا کرکسیت می‌کنه. با نون بربری ما خوریم. بعد نمیدونم تو سس هم حتما زیاد بزنم که آواکیش کنه بره پایین. قشنگ بره پایین. ساندویچ. خب ساندویچ. بریم همون یه دونه رفیقا داریم. بریم برای ترکیب بعدی. چکم بگیر. دوستان ترکیب بعدی عسل. او عسل. عسل الله عسل. ترکیب بعدی 2 کیلو عسل بهت میدم 50,000 تومان آقا. ترکیب بعدی پنیر، عسل، پفک. همین. دیگه نه نون داره نه چیزی. نمیدونم. بچه‌ها مرحله بعدی اینه که اینو بتونید باز کنید. پنیر، عسل، پفک. آه. فهمیدی چی گفت؟ پنیر، عسل، پفک. من پنیرشو نمیخورم. چه چرا طعم میده؟ عسل پفک که می‌خواد بخوره پنیر. طعم شیرینی نمکی محبوب. یارو ببینم میتونی باز کنی یارو. هی یارو یاستا. همین الان لایک کن بتون یارو. باشو پنیر بریم. ترکیب بعدی پنیر، عسل، پفک، طعم شیرینی نمکی محبوب. بالا مردم. کادر نمی‌بینی. هیکلم گنده است. 1 2 3. افتضاح. اصلا پسندم نبود. باحال بود. عسل و پفک جالب بود. پنیرش رو استفاده کردم. بعد ترکیبش بود. خب اینم شد از این ترکیب نمره پنیر و پفک و عسل. تو اوز معدل مثل زبان انگلیسی باشه. تو شیش خیلی بابا بد نبود. میشد من نیستم. خب ترکیب بعدی بستنی وانیلی با سس تون. بستنی پیپی داریم. همینجوری با آشو برمی‌داریم. سس تندم خیلی تند نیست دیگه. سس همین معمولی گوجه تون می‌زنیم ببینیم چی میشه. بذار کارو بگیری. حمله نکن. نامینو اسپانسر ما شو یارو. آواکس داریم. برو ضریب دو. امون رضا کارو بگیر. امون رضا چیه یعنی دیگه؟ نمیدونم والا. امون رضا. این اگه بد باشه منظورم کلشو بندازم دور دیگه. بخوریم 1 2 3. مزه بچه توت فرنگی. سسش تخمیه. سس تند گوجه ای نباشه. وقتی یکم الان داره خیلی بد بود. اسهال در کمین است. اسهال در کمین است. خیلی بد بود آجی. خیلی بد. ببین اصلا مزه یارو سنگه. خیلی بد بود. یکی بخوریم مزهش ببین اونی که گفتی این ترکیب خوشمزه است همینم پهنا ماچ بت. ببین آخه سسمون هم چیز بود. گوجه ای تو. بابا فرق نداره. گلوری هم ریختی گالریست داوود یا اسپانسر ما شد گالریست داوود. اسم تو بود. خب این ترکیب بستنی وانیلی و سس تون نمره چنده بارسا؟ خیلی بد بود. 0 از 10. خیلی بد بود. من اون 1. برای آیتم بعدی ترکیبی نداریم. یه چیزی بود که کلا نخورده بودیم. همینجوری خریدیم ببینیم چیه. رفتیم بگیریم. موچین. بچه‌ها ما با کلاس نیستیم بالا. من نمی‌دونم اسم چیه. رفتم گفتم موچین داریم. گفت موچین. بهش گفتم موچین رو رفته. یارو میگه موچین داری. ریده بود تو خودت. ببین موچیه بذارم. یه ما با کلاس نیستیم دیگه. چوسی نداریم. چیکار کنیم؟ بچه پایین موچی انقدی انزه کف دست تقریبا روش نشه کیک براونی خامه نوتلا کیک براونی. بریم برای مارکشی براونی. مارکشی براونی. اینو با چنگال بخوریم. فکر کنم موچی لایه روشه که شبیه خمیره. من اینجوری دیدم. بذار من خالی میخورم. من بخورم اول. این موچی مزه خمیر روی کیک هست. خمیر فوندانت. نه از این بهتر کیک درست بخورش. خب بچه اصلا بهتون پیشنهاد نمیکنم. هم سگگرونه هم مزهش اونقدر مزهش هم اونقدر خوب نیست.
اصلا خوب نبود. ببین مزهش رو بهش میدم 7. بچه‌ها بهترین ترکیب در حال حاضر نونبربری رو بردارید، پفک نمکی حالا هر پفکی اسقاط کار رو نمیبینی؟ خب در کل 6 میدم با توجه به موچیو من با توجه به مزهش اول نمره بدید. مزهش مثل کیک تولد همین خامه بود و شکلات داشت و کلا 4. این چیزش خوشم نیومد، ولی کلا اگه بخوام نمره بدم 6 3 نسبت به قیمتش و مزهش من 3 میدم بودم 4. خب ببین الان نفری یه ترکیب باید آماده کنیم. هر کی یه ترکیب داره که باید ببینیم کدوم خوشمزه تر میشه، کدوم نمره بالاتری میشه. اول ایمان شروع کنه. برو. ببین ترکیب من بچی دوست داشتم ولی نون اصلیش باید لواش می‌بود که من درست می‌کردم. بابا شده. لیوان شده. بلند بخورم. گریه نکن. نونه به همراه پنیر رو می‌دارید. حالا اون موقع چه پنیری؟ از رفته تلویزیون شرکت پنیر بر می‌داری. پنیر رو له می‌کنید روش قشنگ. بچه‌ها من ترکیب نیستم مثلا. ما بچگی دعوا داشتیم این چرت و پرت می‌خورد. خیلی بده. رب گوجه، پنیر، نون. واه. لواش خیلی باشه. ترکیب تو خودت. خب 1 2 3 گنده است چرا؟ من دیدم ترکیب بیا اسپانسر ما شو هایشن. بیا اسپانسر ما شو. روشی نوشته طعم کیوی، طعم دوست داشتنی با کیوی. طعم کیوی فقط نوشته. طعم کیوی. آب اسید سیکتیر. اسید 31 تیرما. کنسانتره. میوه نمک. بیا اسم اینو اصلا برام کامنت کنید. کراکس مگه دمپایی نبود؟ کراکس بیا اسپانسر ما شو. کراکس شیرین عسله بیا. کراکوس کرکس. خب بده 3 تا چیپ توپاک مختلف بده. بذار اینو واف کنم. تو نمیشه. کار بگم روزا. خب باشه. ببین یه دونه چیپس ماسموسیر داریم، یه دونه چیپس سرکه‌ای، یه دونه هم پفک حالا معمولی پنیر. با اینا میخوام این سس کیوی رو تست کنیم ببینیم چجوریه. چیپسش حاجی تنهایی بدمزه است. با این دیگه اصلا من نمیدونم. من گفتم خیلی بده ماست. بدم اسید خالصه. یعنی بیاید معده من اسید تولید کنید دشمنتون رو نابود کنید. ماست بخورید. اون بعدش فهمیدی تو قوسش فهمیدی. بچه‌ها ببینید اگه دشمن مشمن دارید من الان معدم اسیدیه. اینو ناکن. این ترکیبمون شد با آیشن با طعم کیوی، همون که اسید 31 و تیرما داشت، با چیپس اصلا چیپس به درد نخور که سگ نمیخوره. خوردی؟ بیا بخور. اولش خوب بود. مزه بادمجون، مزه آب ترشی میده. مزه میرقاسمی. دلم درد میکنه. قاطی شده. با چیپس سرکه‌ای بخوریم ببینیم چی میشه. موچو کیراگو. میخوام با چیپس سرکه‌ای بخورم. کن جمع کن یارو. جمع بذار خالی اصلا مزه نمیده. جمع کن یارو. نکنی میریزه رنگ میگیره همه مزه. ترکیب من از دندانید همینجا آرکیو میزنم. اینو لحاشک رو میگیری. سس بیژم. امین عیاری بیا اسپانسر ما چون نامسا. اوه جانم بیا. رفیق عزیزم این تقدیم به تو. لحاشک سس؟ مثلا زبونم ناکو برف شده. کوچیک بشه. همین الان اسهالم. خدا شوباش دسته. اومد. وای ترکیب پارسا رو میخوریم. معمولیه. راستایی دویده نمیشه. نه. چی بودی؟ اگه داری جدا میکنی آقا ترکیب خودم ها بهتون پیشنهاد نمیکنم. اگه خودت چی حالا چیزی که گفتی سوزی داره بگو بچه‌ها تا خودشون فهم
اوه موز عسلی با سس سفید. موز عسلی با سس ساندویچ. بچه‌ها ترکیبی که کار میکنه این یارو الان ماتریکس خارج میشه. بچه‌ها از معده اسیدی ایمان برای دشمناتون استفاده کنید. بیا این پیدا نیستیم. ایتالیا. اصول بچه‌ها ترکیب پیشنهادی من. نه صبر کن. ترکیبی که ما نداشتیم. خونه بچه‌ها سوسیس بگیرید، هر سوسیسی حالا هرچی مارکش بهتر باشه، درصدش بیشتر باشه که خوشمزه باشه. بگیرید، سرخ کنید. کنارش فلفلیا هست. تندا، قرمزا، اون زرد تندا به درد نمیخوره. قرمزا، اون آتشینا. اونا رو بگیرید با بردنه گوشت هست تو وسطش خورد تو ریز کنید مثل پودر میشه. پودر رو بریزید تو سوسیس. ترکیب رو بگیرید. مله دارید. ماکلی. روما. ببین نون بربری رو باز میکنید اینجوری. باز یا باز؟ خداگاه تو برام باز کن. بستنی کیم باز میکنید. کیم چیز باشه خامه‌دار باشه، یعنی کامل شکلاتی نباشه. خاندان تو. همون روزاینا دیگه مغزشون رد داده حاجی، نگاه کن. نون بربری، پفک. نون بربری و پفک. بستنی کیم. ببین بستنی کیم یارو بیا اسپانسر ما شو یارو. 1 2 3 اوکی ماموریه. من که میگم یه چیز است نمی‌کنم. از سنگینش آب شده، حال نمیده، باید صفر باشه. اصلا خوب نیست. بسنزر ببین بستنی کیم نون بربری با پفک شد ترکیب من. به ترکیب نمونه همه ترکیب ایمان که ترکیب ایمان 0. ترکیب خودم 0. ترکیب این 0. ترکیب این 2. ترکیب من خودم 7. ترکیب خودم 9. ترکیب محمد 4. من 7 به ترکیب خودم میدم. خودتون امتحان کنید. اصلا ترکیب تو برو گفتید 0. بذار اینم وا کنیم. اینم نخوردم تا حالا. توکیوی تورشلی بیا اسپانسر ما شو تورشلی. الان بخور. الان درست شده. تورشلی بیا اسپانسر ما شو. اون یارو بود تو این حساب. مزه آب نمک چوبی آب شده میده. برو بخورم. مزه توکیو آب انیمه. چه ربطی داره؟ افتضاحه. اینا چجوری میخورن؟ اصلا دوست نداشتم. این دقیقا آب نمک چوبی و آبش کن. آب بریز طعمش بره این ترشش کن. دقیقا همون. گازدارم هست. ببین ما خیلی دلم به من نه. این کلی بخوام بگم تو موها اینجوریه. خوب بود ترکیبایی که خوردیم، راضی هم از خوردنشون. کدوم اصلا خوشمزه تر بود ترکیبایی که خوردیم اون که پفک رو برداشتیم گذاشتیم لانون بربری سس سفید زدیم. آره اون خوب بود. عسل و پفک و پنیرم خیلی دوست داشتم من. خدایی میگم ترکیب خودم 10 از 10. رب گوجه اصلا خیلی بده. رب گوجه با پنیر اصلا. یهو طعم رب گوجه اینجوری پخش شد تو دهنم. عالیه. درای تورشلیه. اینا دروغ میگن. خب امیدوارم که بچه‌ها خوشتون اومده باشه. لایک و بکن خوشگل من.